خدایا این دو چشمی که از خواب سیر نیست باز زنده ترش گردانی تا در خدمت مردم و جامعه باشد. به همه شما سلامتی خواهان هستم. دلوار هستم یک لحظه وقت شما را خواهم گرفت. بسیار نفران هستند که هر مصیبتی که بالایشان میآید به غم و غصه و مویکنی شروع میکنند. دوستانم، از این یگان فایده نیست. به غم و غصه خوردن یکی شما دو نمی شود و بدانید که این کار احمقی است. اینجا کامیرا است، اینجا کامیرا است، اینجا کامیرا است. پس یک لحظه رفتیم. آنچه گذشت بر نمیگردد. گذشته را فکر کردن و از آنچه که از دست رفته از غصه خوردن احمقی است. این عادت میراننده و کشنده خواهش و آرزوهای آینده است. آرزو و خواهش‌هایی را که حیات نو شکوفا را در بر دارد محض همین غصه خوری روزی گذشته به کام فنا میکشد. انسان عاقل از کار گذشته غم نمیخورد، زیرا به غصه خوردن گذشته باز نمیگردد. هر چی میآید از جانب خداست. به گذشته صلوات. با روی مویکنی گذشته اصلاح نمی شود. شیشه بشکسته پیوند نمی گردد. هر چیزی که رفته است به بازگشت رفته است، باز نمی گردد. پس باید که روح و روان و نفست را از زندان غصه گذشته رها کنی. آیا می شود که موج دریا را به خفا برگردانی؟ نه. آیا امکان پذیر است که آفتاب را به جایی که برآمده است برگردانی؟ نه. آیا می توانی که طفل را به رحم مادر از سر نو بعد تولدش جای کنی؟ نه. به گذشته غصه خوردن مثال همین گفته است که همگی غیر امکان می باشد. به گذشته پیچیدن و آن را تدبیر جستن و وقت را ضایع گذشته کردن باعث سست نامکمل شدن کارهای آینده می گردد. از همه بلای بعد برای ما انسان ها این است که حاضره را صرف نظر نموده خود را به کارهای گذشته اندرمان کرده و غم می خوریم. قصرهای زیبا حیات حاضره را ندیده به کلبه های ویرانه گذشته همیشه دل را از غم پر می کنیم. اگر قدرت قوت انسان جین و دیو و پری یک جا شود هم گذشته بر نمی گردد. دوستان، قانون دنیا چنین است که شب و روز پیش می رود. دریا همیشه رو به پیش می تازد. سال و ماه تنها و تنها به پیش می روند و پس با چنین مجرای زندگی مخالفت کردن و مقابل آن شنا نباید کنیم. این بسیار خطای نابخشیدنی است. همین روز را غنیمت شمار. وقتی که خداوند به تو سحر را هدیه فرمود در انتظار شب مشو. پس کفایه هست که الان در دم صبح قرار داری. بدان دیروزی که رفت با تو نیست و آن ابدی رفت. همین روزی را که آفتاب شعله گرم و نور نرمش را به تو می بخشد غنیمت دان. همیشه بر آن باور باش که روزی تو فقط همین روز است. کوشش نما که در همین روزت کار خوب انجام بده. شب خواب کن، فکر بکن که حساب کتاب بکن که چند قدر کار خوب کردی و چند قدر کار زشت. یک روز، دو روز و سه روزت را معین کن. الکی میدونی کی هستی. کار زشتت زیاد است، کار بدت زیاد است یا کار نیک. بیشتر کارت را به عبادت و به کتابخوانی و کارهای خیر گذران. یک سخنی خوب گفتن همین کار خیر است. چون امروز نانی گرم و نرم و با لذت میخوری، آیا تو را هوس خوردن نانی قاق دیروزه و نانی تروش پگاه در دل هست؟ نه. پس همین برده نانی نرمی را که در کف داری غنیمت دان. جرعه آبی که درون ساغر و یا پیاله داری عجب خوش است و تشنه شکن و گوارا و مصفاست. پس چی جای هوس آب کهنه دیروزه و یا آب فرداینه کهنه؟
бигӯй, эй гузашта, ту рафтӣ, дигар барнамегардӣ. маро абадӣ тарк гуфтӣ, дигар фикрат намекунам. эй оянда, ту дар олами ғайб ҳастӣ, ман намедонам ки Аллоҳ пагоҳ чӣ мехоҳад. барои ҳамин ман дар ёфтани ту таъҷил намекунам. магар намедонӣ кӯдаке ки дар батни модар аст ҳанӯз маълум нест ки зинда ба дунё меояд ё мурда. аз ин лиҳоз маҳз барои ҳамин рӯз дар каф дорӣ хурсандӣ бикун. фарду худо медонад ки чӣ мешавад. боз мегӯм дӯстон, ба ғаму ғусса ягон кор пеш намеравад. худатонро эҳтиёт кунед, лоақал барои худ зиндагӣ кунед. ин кайфу сафое ки мову шумо дорем ба хотири ҳар касу кас пагоҳ паҳлӯмон касе намемонад. худоҳафиз.